من محمد حسین شاد هستم و آمدیم یه ویدیو دیگه. بچه ها این ویدیو GTA San Andreas مده. حالا نمیدونم مد شده است یا فارسیه، همینطوری نصب شده. حالا بچه ها ببینیم موده یا فارسیه. امیدوارم که بشه یا فارسی باشه، چون واقعا خیلی خاطره داشتیم با GTA San Andreas. اونایی که GTA San Andreas بازن تو کامنت ها پرچم GTA San Andreas رو ببرن بالا. بله نه نشد، اما حالا مودش رو به شما نشون میدم بچه ها. جایی که همه باش خاطره داریم. بچه بودم اما اون موقع نبودم من. ببخشید بچه یه لحظه خیلی چیز ندارم، گوش بدین. حافظی ندارم، اون مشکل ندارم، گوش بدین. همه اونجا رو دیدیم دیگه، بزنیم بره. اینجا که همه GTA دو چرخه رو یادشونه بنویسن که یادش بخیر. بنویسید GTA San Andreas حتما. کاش که فارسی بود ها، فارسیش هم واقعا خوب بود. آخ زدش. حالا واسهتون فارسیش هم میارم بچه ها. هرکی شد اومده باشه بچه ها، بریم تو گروه استیریو نشونتون رو میام اینجا این مپا میزنیم. اوه بالاسا همه گروه استیری باش بد بودن. نمیدونم اما بالاسا رو میدیدیم با ما جنگ کرد. همون کارشون داشتم واقعا ما دشمن بودن. اینجا بچه گروه استیریه. ببین الان من میام این آخر اینا رو میزنم. چرا منو زد؟ مرض داری چی؟ الان وای بچه ها ببینید واقعا سنگینه. ببینید نمیدونم چرا نگید تفنگارم نگید. بچه ها ببینید تفنگارم موده. الان این موده میتونم واسه تون من بذارمشون. فکر کنم چی میاریم. یعنی چقدر ما باید سوختم وای بچه ها یادش بخیر واقعا. نمو این مودشه. حالا میارم واسه تون فارسی رو. هنوزم وحشیانه دارم بازی میکنم. من این باگ بازیه بچه ها میدونستید. واسه گوشی موبایل اینطوریه واقعا. واسه گوشی با چاقو داره منو میزنه. بچه من چاقو میخوام. ببین میاریش. من چاقو لازمم. ببین چاقو رو میجوری امروز رسادیم. این واسه ما سوال بود، اما واسه چی؟ ببین پولم خودم میبرم بالا. خیلی خوبه بچه ها واقعا. یا آمریکا حمله کرده یا اسرائیل. نه آمریکا که همینجا ایران حمله کرده. حالا فارسیش هم واسه شما میارم بچه ها. واقعا
چیز باحالیه. ببین چقدر پول دارم فقط. بریم میایم ببین دنبال چاقو میگردم. من خیلی چاقو دوست دارم. اوه چند روز دنبال همون چاقو میگشتم ها. بیا فرار نکن کسی حاجی چند نفر به یه نفر اما سی جی واقعا داشت معلمون بودا. اوه چند نفر به یه نفر. آقا چرا همه رو میزنید؟ حالا همه دنبال ما اینجا رو هم زدم بیمارستان. بلسا واقعا حالا از این بلسا به هم میخوره. مخصوصا ایناشون که تفنگ دستشون نیست بچه ها. اونا وحشی هم. اما اولش که مواظب باشین نزنن. اما بزنین هرچی بالاسه هست بزنین. نزن بیشو. زبون تفنگ چه سهنگ کرد. آخ مردم. بچه واقعا این بازی باحالی. اگه میخواین اینطوری نشو بچه بریم. آخ نزن بی پدر نزن. اگه میخواین اینطوری نشو بیاین بیرون. ببینید از اینا هست واسه گوشیشی هم اینطوریه. خب اینو بزنید بعد اینو پاکش کنید بعد دوباره بیاین تو بازی. این خوب میشه. الان ببینید همه وحشی هم مامان. ویدیو فارس بگیم که ویدیو فارسیش هم بذارم یا نه. واقعا حال میده آدم رو بزنیم. نمیدونم چرا. ببین اینطوری به رگ بار میگید بندش نظر بیشرف سب کن پیده بچه ها سیجه هم همه تو فهمی لسش نمیدونم چه هیچ قدرت نمیرسه بشه. بچه من چیز ندارم. بچه تا ویدیو بعدی بگین که بذار محمد حسین فارسیشو تو کامنت ها بگین که بذارم یا نذارم. اگه بگیم میخواستیم فارسیشم بذارم تو کانال. هنو کانال نزدم. هنو کانال روبیکان نزدم. میتونم مثلا تو نصبش بذارمش تو گروه هم بذارمشون. بعد شما بتونین این کارا رو انجام بدید. پس تا ویدیو بعدی یا بگین کریر فوتبالی بریم ویدیو چی بریم تو کامنت ها بگین. اینم از ویدیو جی